ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتاری 116. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن ز رفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. قاری عباد می گوید: با شنیدن این معلومات میرشب سراسیمه‌وار از جایش خیسته پیش من آمده، از بازوهایم گرفته زور کرد که مرا به جای خود گذرانیده شناند و خود در پایین نشیند. چون من این کار را قبول نکردم، یک کورپچه را از کورپچه های قبط به قبط نشستگاه خودش بروی من کشیده، بر روی وی قدری از من پایین تر نشست و چشمانش را پاک کرده ایستاده به طرف دهلیز نگاه کرده به محرمش فرمود که دسترخوان بیارد و حلوای راحت الحلقوم آوردن را از یادش نبرارد. هم غالب را گوید که پیش او درآید و خودش چشمانش را پاک کرده تبسم کنان به من نگریست. من سخنانی ناتمام مانده خود را پره کردن خواسته به او گفتم: چون مخدوم جانها در شهر زیق شدند و سیاحت صحرا کردن خواستند، ایشان کلان به همین شرط رخصت دادند که نامناسب خود را به هیچ کس نگویند و جامه های عادی پوشیده برآیند. در تومنها در خانه حکومتداران میهمان نشوند. قاری عباد می گوید: محرم دسترخوان آورد و غالب هم در آمده دست پیش گرفته و میرشب چشم دوخته منتظری شنیدنی فرمان شده ایستاد. میرشب به او گفت: من به جناب میهمان اسکندر بیمار است گفته بودم، لیکن او را هیچ بلا نمی زند. زود کس فرستانید که با دایره دستانش در میرشب خانه حاضر شود. غالب خوش تقصیر گویان برآمده رفت و میرشب چشمانش را پاک کرده به من دوخته ایستاد. او چنان می نمود که سخنی دارد، اما به گفتنی وی جسارت نمی کند یا اینکه ملاحظه می کند. بنابراین من از او پرسیدم: مگر چیزی گفتن می خواهید؟ یک عرض داشتم، مرحمت کنید، اگر ممکن باشد بزم را در همین جا در میرشب خانه برپا کنیم. گفت او. من گفتم: این هیچ ممکن نیست. حاضر به شما معلوم کردم که ایشانی کلان به حاکم خانه ها مهمان شدنی آنها را منع کرده اند. میرشب باز به گپ در آمد: این طور باشد چی می شود که بی معلوم کردنی کی بودنی آنها یک سری قدم به این کلبه فقیرانه در آورده آب طهارت دهم، ضیافت کنم.
قاری عباد می گوید دیدم که از دست این شلحه به آسانی خلاص شدن ممکن نیست. با آهنگ قطعی گفتم سخن را دراز نکنید. چند بار به شما گفتم که به خانه حکومتداران مهمان شدن آنها ممکن نیست. بعضم را هم بی مصلحت آنها برای خرسند کردنشان خودم فکر کرده بودم. حاضر می خواهم که از بحر تماشای بعضم هم گذرم. اگر از بحر بزم گذرید مرا کشته از خانه من برآمده روید، گفت میرشب با آهنگ مأیوسانه و علاوه نمود. کلامی شریف قرآن را به شما که قاری می باشید واسطه کرده می پرسم که منی غریب را از شرف دولتی که ناگهانی به سرم آمده است محروم نکنید. خوب، به خاطر شما بزم را قبول می کنم، گفتم من. او به این سخنی من اظهار منتداری کرد، اما این وعده گرمی من دیگی طمع او را باز به جوش آورده به التماس درآمد. چی می شود که؟ گفت او. از دور هم باشد یک سلام داده جمال جهان‌آرای مخدوم جانها را بینم؟ این ممکن، گفتم من به او. حاضر آنها در سری مزاری میری خرد و میری کلان مشغول زیارت می باشد. من رفته آنها را از آنجا گرفته آورده از همین کوچه دری میرشبخانه گذرانیده به دهه کافررباط که با ششگاهشان می باشد می برم. شما می توانید که بعد از 15 دقیقه برآمده به پیش دری دروازه میرشبخانه ایستید و در وقت از اینجا گذشتن آنها سلام دهید و عرض احترام نمایید. قاری عباد می گوید میرشب به مقابل این مرحمت من از جایش خیسته به جای منتداری به من تعظیم کرد و بعد از آن به جایش نشسته باز به گپ در آمد. اگر ملال نرسد باز یک التماس دیگر دارم، گفت او. مرحمت کنید، گفتم من. او گفت این چشمانی از کار برآمده من از دور در راه از شتر تا خر و از مخدوم جانها تا دهقانان راه گذر فرق کرده نمی تواند. چی می شود که در وقتی گذرای راه بودن آنها شما پیشتر آمده به پهلوی من استید و هر کدام آنها را به من نشان داده و به حضرت جناب قاضی القضات چی مناسبت داشتنشان را فهمانده مرا یک باری دیگر از خود منتدار کنید. قاری عباد در آخری سخنش گفت من این التماس میرشب را قبول کرده از دست او خلاص شده برآمده به سماوارخانه پیش شمایان رفتم. نظر به قول قاری عباد میرقادر راری پسری خردی قاضی کلان را، حامد خواجه راری نبیره اش را، میرزا عبدالواحد راری دامادش را و من راری خواهرزاده اش را بازی کرده بوده ایم. بیشترین رفیقان غیر از من که واقعی دهیگیری قاری عباد را می دانستم این سخنان او را باور نکردند و از بین آنها میرقادر بیتل که از پرتکیگوییش به دیوانگی نام برآورده بود به قاری گفت همه این سخنانتان دروغ است. شما از تقاعیتان دادخواه یا از یگان اهل درباری دیگر که به همه آن گونه آدمان آشنا می باشید
به نام میرشب مکتوب گرفته آورده اید که بزم کرده ضیافت نماید. میرشب به حرمت آن مکتوب اینقدر کار را کرده است. اکنون شما همه این کارها را به هنر خود نسبت می دهید. یک عادت قاری عباد این بود که به هیچ گونه معامله و سخنی سخت ظاهراً آتشین نمی شد و خشمگین نمی گردید، اما کوشش می کرد که با کار خود نادرست بودن آن گونه معامله و سخنی سخت را اثبات نماید. در جواب میر قادر مخدوم هم موافق همین عادت خود گفت: شما مخدوم حق دارید که همین طور فکر کنید و دیگران هم باید همین طور فکر می کرده باشند. اما اگر راست آید در همین سیر و سفرمان و اگر در این سیاحت میسر نشود، در یگان موردی دیگر من در پیش نظر شما و دیگران راست بودن گپهای خودم را اثبات خواهم کرد. ما اول به سوخت رفته حولی احمد دانش را دیده، از آنجا به دیهه کاتیان رفته در حولی خویشاوندان قاضی قربان خان که به حامد خواجه هم از طرف مادرش خویشی داشتند یک شب ایستاده، از آنجا به تومن خیشدوان رفتیم. در مرکز خیشدوان در خانه کاتب قاضی که با ما شناس بود منزل گزیده، چیزهایی بر زیادمان را گذاشته به سیر رسته و بازار آنجا برآمدیم. در اثنای سیر و گشت قاری عباد ما را از چارسوی خیشدوان از کنار بازار برنج آن زمان به طرف غرب راهبری کرد. در آنجا در رو بروی کپان برنج در طرف شمال شاخاب رود پیرمست سماوارخانه‌ای بود. آن سماوارخانه آنقدر آباد و خوشهوا نباشد هم قاری عباد التماس کرد که در آنجا نشسته یک چاینک چای نوشیم. ما سخن او را نشکسته در آن سماوارخانه برای چای نوشی نشستیم. در پهلوی طرف غرب کپان برنج دروازه میرشبخانه خیشدوان گشاده می شد. در گوشه کپان برنج در کنار راه کلان بر بالای یک کتی چوبینی وسیع بروی کرپچه یک پیرمردی تخمیناً 70 ساله نشسته چای می نوشید. قاری عباد آن پیرمرد را به ما نشان داده پرسید: مگر میدانیتان که آن موی سفید کیست؟ هیچ کدام ما که او را نمی شناختیم همه جوابی سلبی دادند. او میرشب خیشدوان است، گفت قاری عباد. من او را در اینجا دیده شما را زور کرده در این سماوارخانه شناندم تا که هنری خود را در پیش نظر شما رفیقان عزیزی ناباور به طرز انکار کردن ناشودنی نشان دهم. من می روم پیش میرشب، شمایان چشم ناکنده معامله مرا با او در زیر نظر گیریتان. خوب دقت کنیتان که من چشم شمایان را خطا خورانده به او مکتوب التماسی داده نمانم. این سخن قاری به میر قادر مخدوم کنایه بود. قاری عباد پیش میرشب رفت. ما هم به آن طرف چشم دوختیم. قاری عباد به میرشب سلام داده در پیش کت در زمینی کشاده بر روی خاک زانو زده نشست و با میرشب گپ سر کرد. اما ما نمی شنیدیم که او به وی چی ها می گفت. هرچی باشد بعد از 15 دقیقه میرشبی کهنسال سراسیموار از کت فرآمد
و قاری عباد را به کت برآورده به جای خود شینانید و یکی از آدمان خود را با اشارت پیش خود دعوت کرده به او چیزی گفت. او دوام به میرشب خانه در آمده رفت و خودی میرشب در پیش کت در جای اولی قاری عباد بروی خاک نشسته چای کشیده به او داد. در همین وقت سواری از میرشب خانه برآمد. میرشب آن سوار را پیش خود خوانده به او چیزی گفت. سوار با اشارت اطاعت سر جنبانده اسب خود را به طرف غرب در تاز راند. بعد از تمام شدن چای قاری عباد از کت فرآمده به طرف ما آمدن خواست. موی سفید او را تا کنار راه کلان گسیل کرده به پشت او تعظیم کنان نگاه کرده ماند. قاری عباد پیش ما آمده معامله خود را با میرشب غژدوان نقل کرد که عیناً مانند معامله او با میرشب وابکند بود. قاری عباد گفت: من برای به شمایان نشان دادن تکلیف میرشب را قبول کرده به جای او به کت برآمده نشستم، وگرنه در این گونه موردها عظمت را با خاکساری آمیخته فروختن در کار است. خصوصاً که میرشب کهنسال است. این کاری من هیچ درست نبود. باید خاکساری کرده تکلیف او را قبول نمی کردم. نظر به قول قاری عباد، سواری که از میرشب خانه برآمده به طرف غرب اسب دوانده رفت از پس سازندگانی مطلوبی قاری عباد رفته بوده است که آنها همان روز به تومن شافرکام در دیهه خواجه عارف به توی یک بای رفته بودند. ما از سماوارخانه خسته همه جای بازار غژدوان را گردش کرده بیگاهانی به منزل آمدیم. میرزا کاتب از کار آمده برای ما روی صفه را می آراست. قاری عباد به او گفت: میرزا، مهمانخانه را برای بزم آراسته 2 منقل آتش هم تیار کننده مانید. بزم فردا شب می شود، گفت میرزا. اینجا سازندگانی سزاواری تماشا دسته عبدالقادر است. من از نام قاضی خط کرده همان دسته را طلب کرده و میرشب فرستاده بودم. میرشب گفته است آن دسته امشب به شافرکام رفت، فردا شب می دهم. قاری عباد گفت: شما سخنی میرشب را باور نکنید، سخنی مرا باور کنید که همان دسته همین شب به حولی شما می آید. میرزا و قاری عباد به همین طریقه در مناقشه بودند که دسته از شافرکام برگشته آمده به حولی میرزا در آمد. انجامی قسم 4 یادداشت‌ها. روزگار آشفته تر یا زلفی تو داده یا کاری من زرکم تر یا دهان
داد یا دلی غمخواری من شب سیاه در یا دلت یا حالی من داده یا خالی تو شب خوش در یا لبت یا لفظیگر هر باری من شب خوش در یا لبت یا لفظیگر هر باری من نگارم یک گل زارم و رحمی بهارم رحمی بهارم و یک گل زارم اشکانی من را تو مریض نگارم نظمی پروین خوب تر یا دور یا دمدانی تو آمدی تو راستر یا سر یا گفتاری من جانم و یک گل زارم اشکانی من را تو مریض نگارم شرمی تو خوبی تو بیشتر یا عدتی مارم چشم تو خورستم
چرخ یا شمشیر شاه غمزه تو تیزده یا تیغ یا بازاری من نگاره یک گلزارم و شیرین زبانم آرامی جانم و یک گلزارم اشکانی من را تو مریض نگارم شما گفتار 116 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی. Thank you.